السلام علیکم بابای شام داملای عزیز شیرین سخن ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گوید. خیلی داره عزیز جواب میگه انشالله. یکم هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیل نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیل نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوریست این گپ بودم. خوب اکنون میخواهی که رنگ شیخا باشی؟ خوب اکنون اون طرفش نمیگم. چیزا کتابا گفتیه؟ اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن است. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباشم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیش عروس پیشتان میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم ملک خانه به خوشامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین روی عروس روی مال از سرش برداره این وقتی عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاش. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدای عزوای من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شاه بچه ها. این یاد. دویمش وقتی کردن در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالای سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، و بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یادم اکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آهسته آهسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو مشت ما کار نداریم. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم کرد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن، از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمانی به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه هاتون بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های، بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادرات شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیدونی تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاق به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. نمی دعا رو کنه. این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم. دادر عزیز تکی جاگه که در آمدی هدیه رو در بالات پرتو کاری توسنش. فقط حرکت کن که
مانند بدبختای اروپایی گوموسکسوالیست ها بارین در قفا نکنید. در راه پیش به هر نوعی که میکنید کاری شما حلال پاکیزه هستید. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها ما برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای حقیقت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن و از عقیب در جای افلاسی هم نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یفاره میکنی، چارقا میکنی، کاری کن. السلام علیکم بابای شام، داملای عزیز شیرین سخن، ببخشید که من 3 سوال میتونم لیکن جواب گویید. خیلی داره عزیز جواب میگه انشالله. یکی هنگام زن نکاحی گرفتن در شب اول با وی چه خیل نزدیکی کنیم؟ چون که شریعت من میکند دیگر نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ خیل نمودی نزدیکی را با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوریست این گپ بودم. خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی؟ خوب اکنون اون طرفش نمیگم. چیزه که کتاب گفتیه؟ اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباش هم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیشی عروس پیش تا میبرن تگی چملی هر تدان 2 به 2 تنها میشوید، ینگه ها برآمده که میروند. گفتیم ملک خانه به خوشامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین رو به عروس روی مال اثرش برداره. این وقت عروس ها لومان هم نداره خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بی حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدای از وی من پناه ده. این است آداب اولی جوان یعنی شهبچه ها. این یاد دویمش وقتی کردن در بالای دیوان میشینه در حال او را غلطانده بالای سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال خیصده سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، و بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام و القبله. یاد مکشین قطعی صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آیسته آیسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو بشت ما کار نداریم. بچه های خوش رو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم شد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من با همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن. از این همخوابگی برای من فرزند خوب صالح اهل ایمان به دنیا بیار. انا من دعا رو کنه بچه هاشون بچه های خوب بجا. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد،
بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیده، تاجیکی گویه. خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاقی به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. این دعا رو کنه، این پیغمبر تعلیم شد. یا الله. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم. برادر عزیز، تو جایی که در آمدی هدیه در بالا پرتو کاری تو سنش، فقط حرکت کن که مانندی بدبختای اروپایی گموسکسوالیستا بارین در قفا نکنید. در راه پیش به هر نوعی که میکنید کاری شما حلال پاکیزه هستیم. از رسول اکرم پرسیدن که از زنها من برای ما چی حلال است؟ حضرت گفتن اصنع معها کل شیء الا النکاح. هر کاری که میکنی برای قطعی خودت حلال است، فقط در حالت حیض نزدیک نشو گفتن، و از عقیب در جای افلاسیون نزدیک نشو. دیگر هر کاری میکنی کن، چپه میکنی، پشتگی میکنی، راستا میکنی، یا پاره میکنی، چرغا میکنی، کاری کن.